انجام این کارها در دوران نامزدی ممنوع هستش. 1. داشتن رابطه جنسی، چون اگه اون آدم فرد مناسبی برات نباشه راحت تر میتونی ازش جدا بشی. 2. جار نزن دوران نامزدیت رو و نامزد شدنت رو، چون باز هر چقدر اقوام و دوستان کمتری از این موضوع مطلع باشن، مناسب هم نباشین، جدا شدن برات کار راحت تری هستش. رفت آمد زیاد از حد نداشته باش. یادت باشه که رفت آمدها در دوران نامزدی باید منظم و قانونمند باشه. 4. از طرف مقابل بت نساز، چون وقتی ازش بت میسازی اون موجودی بی‌عیب و نقص و مقدس میشه برات و اینجوری خودت رو فراموش میکنی و حتی فکر میکنی اون برتر از تو هستش و مشکلات زیادی خواهی داشت. 5. دروغ نگو، تظاهر نکن و سعی کن خود واقعیت باشی، چون صداقت اصل مهم برای شروع یک رابطه است. مورد 6 اینه که رازهای شخصیت رو افشا نکن، بهش نگو. دروغ نگفتن این نیست که معنیش هر چیزی رو از زندگی بهش بگی، چون باعث سوء تفاهم میشه و حتی توقعات بیجا توی رابطه. و مورد آخر اینه که مقایسه نکن. بعضی وقتا ما عادت میکنیم که زندگی و رابطه‌مون رو با بقیه مقایسه کنیم و این باعث توقعات خاصی تو زندگیمون میشه که به رابطمون آسیب میزنه. اگر این پست رو دوست داشتی لایک کن، نظرت رو برام تو کامنت ها بنویس، صفحه رو سابسکرایب کن و از محتواهای بعدیمون میخوای مطلع بشی زنگوله بالای پیج رو هم بزن.